أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 5623 می باشد و در کتاب مسلم نیز روایت شده است. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اذا كان جنح اللیل او امسیتم، وقتی که شما بیگاهی می شود، وقتی که نزدیکی افتاب نشستن می شود، بعد نماز شام می گویند: فکفوا صبیانکم، شمایان کودک ها و فرزندهای خود را از بیرون برآمدن باز دارید. فإن الشیطان تنتشر حینئذ، زیرا شیطان در این وقت شدتی پهن شدن شیطان می باشد. فاذا ذهب ساعة من اللیل فحلوهم، وقتی که یک مدتی، هنگامی که وقتی که تاریکی می شود، در این وقت دارید. وقتی که تاریکی شد، در این وقت کودک ها مگر بیرون برایند باقی ندارد. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که هنگامی که شما خواب میکنید، فاغلقوا الابواب، درها را خوب محکم بکنید. درهای تریزه خانه میگویند تمامی درها را محکم بکنید. این سنت است. واذکر اسم الله، نام الله را به یاد آورید. وقتی که میپوشید بسم الله گویید. فإن الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، شیطان دری که پوشیده است او را گشوده نمیتواند. و اوکو قرابکم واذکر اسم الله، شما آن طبقهایی که بالا پوش دارد یعنی پوشید، همه آن چیزی که دهانش گشوده است محکم بکنید. در این بسم الله بگویید. و خمروا آنیتکم و ذکر اسم الله، هر آن طبقهایی که آب دارند آنها را نیز محکم بکنید. اگر آنها دهان نداشته باشند یا یگان چیزی پوشیده نباشد، یگان چیزی رو به بالایش گذارید، یگان چوب دستی رو به بالایش گذارید. و اطفئوا مصابیحکم، و چراغ‌ها را خاموش بکنید. ببینید این سنتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد که بعضی بلاها نازل فرود می آید، چیزی که دهانش گشوده شده باشد به او می نشیند. وقتی که انسان او را تناول می کند یعنی بیمار می شود. بسیار حادثه های ناگوار برای که ها کدام مدت کدام زمان روی می دهد، در همان یعنی بعد مغرب روی می دهد، بعد نماز شام. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما راهنمایی کردند باید ما قلعه های خود را مستحکم بکنیم، با حدیث پیامبر پایبند باشیم، کودک های خود را بعد شام به بیرون برآمدن نمانیم. پیامبر میگویند که صلی الله علیه و سلم حتی لا ترسلوا فواشیکم كل شيء منتشر من المال كالإبل والغنم، مثل گوسفند و شتر و دیگر چیزها را بعد مغرب یعنی بیرون نبرویند. و صبیانکم، و این چنین کودک های خود را وقتی که آفتاب نشست تا اینکه همان تاریکی که وارد شده است در این مدت من بکنید. یک مدتی است که بعد وقتی که تاریکی وارد می شود، در این وقت
پیامبر صلی الله علیه و سلم من کردن. علتش گفتن که شیطان با سرعت پهن می شود. در این حالت یعنی سرعت شیطان انتشار شدن هست که یعنی کودک ها ضرر می بینن. بنابراین باید ما به این سنت ها پایبند باشیم تا که فرزندانمان آسیب نبیند. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.